دوستان عزیز سلام. امید صحت و عافیت داشته باشین. یک بار دیگه دکتر ایمال رنگین هستم، دکتر در بخش داخلی عمومی، فعلا مقیم آلمان. دوستای گرامی، بنا به خواهش دوستا امروز خواستم که درباره نوشابه که در این سالهای اخیر زیادتر مردم دنیا می نوشن و او کافی است، میخوایم درباره کافی صحبت کنم و معلومات در این عرصه بر شما بتم در باره فواید و اضرار که نوشابه داره. و سوالام اکثرا این بود که همه میتونن این نوشابه را نوش جان کنن یا ای که بعضی کسا باید از این دوری کنن. دوستای گرامی، قسمی که میفهمین کافی از جمله نوشابه است که در ترکیب خود کافئین داره و کافئین از جمله مواد است که تحریک یا استیمولیت میگن عصب میکنه و یک حالت بیداری و هوشیاری را به ما و شما دست میده. در عملکرد عمومی مغز بسیار رول عمده را بازی میکنه و کانسنتریشن یا تمرکز ما و شما را بسیار خوب میکنه. پس از این نگاه گرفتن کافی چیز خوب است. در پالوش میتونه که متابولیسم در وجود تقویت کنه و در کاهش وزن یا کسایی که اضافه وزن داره گرفتنش بیام خوب است. سوخت ساز در وجود یعنی خوبتر صورت میگیره و فواید دیگه که داره ای عملکرد فیزیکی را در وجود ما و شما یا قوه عملکرد فیزیکی را بالا میبره، چون باعث افراز زیاد ادرنالین در وجود ما میشه و این خودش تقویت میکنه فعالیت های روزمره ما و شما را و تحرک ما و شما خوبتر میباشه. جلوگیری از بعض امراض میکنه، چون تحقیقات نوی که صورت گرفته در این باره، مثلا جلوگیری از دیابت نوع 2 کسایی که استفاده میکنن نظر به کسایی که استفاده نمیکنن، این دیده شده در این مردم. و در پالوش از مریضی های نیرودجنریتیو دیزیز جلوگیری میکنه یا مریضی هایی که باعث از بین رفتن حجرات مغز ما و شما میشه و آیسته آیسته یک نفر میتونه که یاد فراموشی و مشکلات دیگه را پیدا کنه، مثل مریضی الزایمر میگن و مریضی پارکینسون. یعنی کسایی که منظم از این کافی استفاده میکنه بیش از یا ای مشکلات degenerative neuron disease کمتر میباشه نظر به کسایی که استفاده نمیکنه. در پالویزی کسایی که جگر چرب ما میگیم یا فتی لیور، این هم تحقیقات که صورت گرفته موثر بوده که جلوگیری از فتی لیور میشه و سیروز کبد در مریضا کمتر پیش میآید نظر به کسایی که این نوشابه یا کافی را استفاده نمی کنن. خوبی دیگه که کافی داره، خلق و خو را خوب میکنه، چون مغز مثل که پیشتر گفتم اینا تحریک میکنن و باعث خوشی طبع یا خلق و خو میشه. البته چیزی که بسیار مهم است در گرفتن کافی، معیار یا اندازش بسیار مهم است که نباید از 3 الی 4 گیلاس در روز زیاد شود که معادل به 3.5 الی 400 میلی لیتر میشه، که اضافه روی از این خودش در پی داره بعض مشکلات که در جمله اضرار از این نوشابه میره. مثلا یک نفر میتونه که معتاد شود به این نوشابه و در صورت نگرفتن از این نوشابه ای میتونه که عصبانی شود، سردردیا پیشش رخ بده و یک حس ناراحتی درونی داشته باشه. پس باید که تعادل در استفاده از این همیش مد نظر گرفته شود. مشکلات دیگه را که میتونه ایجاد کنه کسایی که خصوصا مشکلات هضمی داره، دوستای گرامی، مشکلات معده داره، ممکن وجودشان قدر سازگار نباشه با این نوشابه کی را استفاده کنن و یا باید که از این نوشابه دوری کنن، چون باعث میشه که تخریش غشای معده را کنه و یا ای که باعث دلجوشی ها در این مردم شود یا در این آدمایی که
مشکلات هضمی دارن. یا خوب است که از این نوشابه دوری کنن. نوشابه کافی را هیچ وقت ما شما باید که از طرف شو نگیریم، چونی مثل که پیشتر گفتم در ترکیب خود کافی داره و این امو ریتم که باید یک انسان مثلا بعد از 10 یا 11 شب هورمونای افراز میشه که این باید به خواب بره و راحت خواب کنه. این خوابش برهم میزنه و ناراحتی های شبانه یا خواب برازیا منجر میشه. باید که جلوگیری شود از طرف شب و در پالویش کسایی که استفاده از این نوشابه زیاد میکنن در روز یا میتونن که مشکلات استخوان پیدا کنن. چرا؟ چون تحقیقات نشان میده که کافی استفاده زیادش از اندازه باعث جذب نشدن خوب کلسیم در وجود میشه که خودش باعث ضعیفی و شکنندگی استخوانا میشه و باید که در استفادهش تعادل همیشه برقرار باشه. دوستای گرامی، چیز مهم یادمان نره که خانمای حامله باید که در گرفتن از این نوشابه بسیار معتاد باشن، چون گرفتن زیاد از این نوشابه از مقداری که پیشتر گفتم این باعث میشه که طفلا کم وزن به دنیا بیاین و یا ای که مسکریج یا مشکلات تولدی یا پیش از وقت تولد شوند، که باید خانم‌های حامله بسیار در گرفتنش معتاد باشن و کوشش کنن کمتر از این استفاده کنن. این معلومات خلاص بود دوستای گرامی درباره کافی. امید که مورد پسند شما قرار بگیره و اگر جالب تمام میشه بر شما یک چیز از این ویدیو شما میآموزین، لطف کنین ویدیو را با دوستایتان شریک کنین تا ویدیوهای بعدی شما را به خدا یکتا سپرده شاد و کامگار باشید.